کال کباب همونطوری که از ظاهرش مشخصه هیچ ربطی به کباب نداره. آخه چرا شمالیا به همه چی میگن کباب؟ بابا من جوابی مردمو چی بدم؟ این کبابه یا این کبابه؟ این کبابه دیگه. ولی جدای از اسمش، کال کباب یه چاشنی خوشمزه شمالیه که پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید. یه بار کنار غذا امتحانش کنید و عاشقش میشید. مقدار مواد لازمش رو هم آخر همین ویدیو براتون مینویسم. اول باید بادمجونا رو کبابی کنیم که برای اینکه بهتر این کار رو انجام بدیم بالا و پایینش رو یه سوراخ ریز ایجاد میکنیم که حرارت از توش جریان پیدا کنه و بهتر مغز پخت بشه. بعد میذاریمش روی حرارت و وقتی که بادمجونامون خوب کبابی شد سری میذاریمش توی قابلمه تا عرق کنه و پوستش راحت تر کنده بشه. زیر آب نگیرینش که طعم و مزه و همه چیش بره. اینجوری راحت میتونین پوستش رو بکنین و بعدم خوب ساتوری و له و یک دستش میکنیم. حالا یا با چاقو یا با گوشتکوب، خلاصه انقدر بکوبینش که کاملا بافتش از هم باز شه و یک دست شه. بعد میریزیمش توی ظرفی که میخوایم کال کبابو درست کنیم. گردو رو هم باید آسیاب کنیم یا اینکه ریز خورد کنیم. قدیما توی نمکیار با سنگ میسابیدنش. بعد سیر رو رنده میکنیم و اون رو هم به موادمون اضافه میکنیم. اینا هم سبزیای معطر شمالی هن. به این میگن خالواش یا خلیوش یا خالیواش. ظاهرش رو ببینید، این از خالواش و این یکی سبزی هم چوچاقه. این سبزی‌ها عطر و بوی رودخونه رو میدن. دیدین کنار رودخونه یه عطر و بوی خیلی خوبی میاد؟ بوی همین سبزی‌هاست. حالا خالواش و چوچاق و یه مقدار نعنا رو باید ریز خورد کنیم. قدیما توی نمکیار با سنگ میسابیدنش، ولی خب ما الان اینجا این دم و دستگاه رو نداریم دیگه، با چاقو ریز خوردش میکنیم. این سبزی‌ها متاسفانه جایگزینی ندارن، ولی خب میتونید با سبزی‌های معطر دلخواه خودتون جایگزینش کنین یا اینکه حذفش کنین. بعضیام توی شمال بعضی وقتا که میخوان کال کباب درست کنن اصلا بهش سبزی معطر نمیزنن و بدون سبزی درستش میکنن، ولی خب دارن اشتباه بزرگی میکنن. سبزیامون رو کاملا ریز خورد میکنیم و بعد به باقی مواد اضافهش میکنیم. حالا بهش نمک میزنیم و آب انار ترش میریزیم توش. آب انار ترش هم که میدونید دیگه معجزه میکنه. حالا موادمون رو خوب با هم مخلوط میکنیم و همشون میزنیم. اگه این آموزش رو دوست داشتین لطفاً این صفحه رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید و نظراتتون رو در مورد کال کباب حتماً برام بنویسید. موادمون رو خوب با هم مخلوط میکنیم و یه 2-3 ساعتی هم میذاریمش توی یخچال تا خوب طعم بگیره و خوشمزه بشه. به به به، حتما درستش کنید و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون. راستی به نظرتون کال کبابی که الان بهتون آموزش دادم خوشمزه تره یا ناز خاتونی که توی پست قبلی یاد دادم؟ بریم سراغ مقدار مواد لازم. بادمجون 1 کیلو، سبزی‌های معطر در مجموع 2 قاشق، چوچاق 1 قاشق، نعنا و خالواش 1 قاشق، سیر حدوداً 6 حبه، آب انار ترش نصف لیوان، گردو حدوداً 150 گرم و نمک. یه نکته دیگر رو بگم، میتونید از رب انار ترش استفاده کنید ولی رنگ کال کبابتون خوب نمیشه، تیره میشه. ولی اگر که خب دسترسی به آب انار ترش ندارین میتونین از رب انار ترش استفاده کنین. امیدوارم حتما درستش کنین و در کنار عزیزانتون لذتش رو ببرین. مرسی از همراهیتون.